به کافه ما خوش اومدین. چی میل دارین؟ ممنون. اول از داداشم بپرسی چون بزرگتره. یه شات اسپرسوی سنگین، هم یه شات اسپرسوی دوبل. آیس ماچا توت فرنگی. بابا چرا اینجوری میکنی؟ به خدا میخواستم ببینم مزهش چطوریه. خودتون میدونید من قهوه خورم. بابا خداحافظ، من رفتم مدرسه. برو به سلامت. برو میاد؟ بابا چتر رو میدی ببرم؟ بابا به خدا کتابام خیس هستی که من نیام. کارت من رو بگیری، 2 کیلو گوجه برای مامان بگیر و بیا. مامان گفت 9 شب به بعد از خونه بیرون نرو، خفتت میکنم. داداش خوبه برم بدزدنم کلیمو بردارم راضی بشی اون موقع؟ آماده شدی؟ ضد آفتاب هم بزنم بریم. ای بابا برای حفاظت پوست داداش آفتاب پوستو خراب میکنه. مامان هر وقت از مدرسه اومدی دستتو بشو چون کثیفه. بعدش بیا غذا بخور. باشه مامان. روش سوختم. فرسترم پسر زده. مامان تو دیگه چرا؟ مامان هر کسی میسوزه دست. تمامش نکن، منم تشنمه. مرسی. به منم آب بدیدم مدرسه اومدم تشنمه. دهنیه؟ بابا جا دهنی دوست ندارم آخه، این چه ربطی